با عرض سلام خدمت دوستان و بینندگان محترم و همچنین شما استاد گرامی، من در این یک فرصت کوتاه دیگر میخواستم چند سوال را که در ذهن مردم میچرخد بیشتر مطرح کنم و سر یک پیاله چای با استاد خواستیم صحبتی صمیمی و خیلی به اصطلاح ساده داشته باشیم، غیر رسمی. خب استاد، اگر دقت کرده باشید در شبکه ها و بعضی رسانه ها برادران و گروه های سلفی شما را همچون یک شخص لیبرال و دموکرات به این شکل معرفی میکنند. شیعه، گاه شیعه. ولی در این طرف قضیه مثلا مردم لیبرال شما را همچون یک شخص اسلامگرا، یک شخص افراطی به این گونه معرفی میکنن. گاه اخوانی، گاه سلفی، گاه اخوانی، سلفی، شیعه، باز دوباره همین چیزا دوام میکنند. حالا شما از این میان فکر میکنید چگونه از میان این دو دریا بیرون میآیید و چگونه میتوانید با خودتون رو و پیمان رو و نهضت رو نجات بدهید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همه را نام گرفتید که مثلا سلفی ها شیعه میگویند یا لیبرال یا ملتگرا، برعکس لیبرال های البته نه همش، یک قسمش میگن سلفی و وهابی. ولی نگفتید که شیعه ها چی میگن، چون من اخیراً شنیدم که یک شیعه ها سلفی میگن. بله شوخی هست، ولی شنیدم که بعضی دایره های شیعه حتی در بعضی کشورها هم خیلی ناراحتند از موضع گیری که من میکنم در بعضی مسائل ها. و حالا از شوخی بیرون فکر میکنم که این یک کاری طبیعی است، این هم خیلی طبیعی باید باشد، چون وقتی یک انسان در وسط در میانه قرار میگیرد بیشترین سنگ ها رو او میخورد، به او میرسد. چون شما اگر تصور کنید که اگر یک تصور کنید میدان، یک گروه در اون کنج میدان و یک گروه در کنج میدان یکدیگر رو سنگ میزنند، سنگ بیشتر رو کسی میخورد که در وسط قرار دارد و در صورتی که اینا ضد یکدیگر هستند، مخالف یکدیگر. من از همه این حرفا آگاه هستم و خیلی ها پیشتر یک کمی ناراحت می شدم راستی گپ سالهای قبل، ولی الان هم عادت کردم و هم اعتراف میکنم دیگر به خود این را قبولانیدم که این یک جزئی از راه است، جزئی از مبارزه و زندگی است. اگر آدم واقعا میخواهد که حقیقت رو بگوید، حالا دعوای حقیقت رو گفتن نباید کرد، اما این وقتی میخواهی مثلا که حالا از لحاظ فکری و عقیدتی بگیم، کسی رو کافر نگویی جز اونایی که خودش رو کافر میگوید یا میگه من مثلا به دین باور ندارم، به خدا باور ندارم. و طبق مذهب حنفی مثلا کافر گفتن کسی جایز نیست مگر در حالت علاهده که مشخص است. اما بعضی میگن اگر فلانی رو کافر نگفتی خودت هم کافر هستی، یا شیعه هستی یا سلفی هستی. و خب نظر اونا است دیگر. من قبلا تلاش میکردم، شاید از بی تجربگی بود یا از جوانی، تلاش میکردم که به همه معقول باش، به غربی ها هم، به شرقی ها هم، به سلفی ها هم، به حالا نمیدونم لیبرال ها هم، به همه. اما الان به این نتیجه رسیدم که دیگر نباید زیاد توجه داد به این حرفا، چون بالاخره مردم میگن، بلکه وقتی انسان به یک قناعت میرسد که راهش فکرش درست است باید که اون رو پیگیری کند و من دیگر این را عادی قبول میکنم. با گفت مولانا هر کی از زن خود شد یاری من، هیچ از درون من نجست اسرار من. یعنی هر کس با زن و گمان و با فکر خودش یا یاری من میشد یا دشمنی من، ولی هیچ کس نآمده است با من بشیند روبرو بگه که فکرت چی است. خیلی کم کسان. من فقط یک خواهش میکنم از همه برادرانی که در حکم کردن خیلی راحت آسان حکم میکنن، خیلی با احتیاط باشن، چون وقتی که میگن که کبیری شیعه است یا کبیری مثلا مرتد هست یا به هر چی هست، من نمیدونم اونا اونقدر جسارت و جرأت دارن که فردا روز قیامت پیش پروردگار راست می ایستند و وقتی جواب گفتن، وقتی که من دعوا خواهم کرد که پروردگار من کی هستم و کی بودم، ولی این آدم
آمد تهمت کرد و این حرف را گفت، حرف کفر را. چون اگر کسی را کافر بگی کافر نباشد، کفر برمیگردد به خودت. یا هر تهمتی که کردی. چگونه یک نفر رو میان با راحت بر اساس بعضی باورهای خودشون، اندیشه‌های خودشون، یا شیعه حکم میکنن یا سلفی یا حتی مرتد، کافر، مشرک. من خیلی تعجب میکنم در جسارت اینها، چون که همه علما بر آن تاکید کردن که انسان باید مثل برگ بید بلرزد، میگن وقتی که نسبت یک نفر دیگر قضاوت میکنن، چون داوری کردن در دست خود پروردگار است یا در دست قاضی که اون صلاحیت رو دارد. اما نه هر کسی باید بیاد حکم کند. اما چیکار کنیم دیگر، عادت کردیم و یک کس لیبرال میدوند، یک کس سلفی، یک کس شیعه. در واقع ناراحت میشوید ولی تحمل میکنید، درست؟ قبلا زیاد ناراحت میشدم، الان نه. الان دیگر زیاد، مثلا وقتی که میخوانم والا نوارهای یوتیوبی رو که برای مثال نوروز نظرم رو درباره نوروز گفتم، چقدر حقارت و چقدر این کافر است و بدعت است و شیعه است و زردشتی است و چه حرفای نگفتن، ولی نه دیگر زیاد ناراحت نمیشن. چون من فکر میکنم که اینو از بیسوادی و از بدانشی است یا از تعصب. یک نفر چندان بیسواد نیست، دانش خوب دارد اما تعصبش خیلی زیاد است و این حرفا رو میگن. من حالا شاید فرصتش باشد اگر کسی میخواد واقعا بدوند که نگاهی من به این مسئله چی است، من از کسی پنهانم نمیدارم و آشکار میگم. شاید خیلی ساده هست، گفتگو بنال نی هست، ولی من از همه برادرها خواهش میکنم که قبول کنن ما را همچون یک مسلمان حنفی سنی از لحاظ اعتقاد، و واقعا هم خودم رو این گونه حس میکنم و این گونه یافتم با تمام معناش. و از لحاظ افکار سیاسی واقعا یک انسان آزاداندیش، حالا تا جای نزدیک به اندیشه‌های لیبرالی نه به معنی که همه چیز جایز باشد، نه، در مسائل سیاسی، در مسائل مثلا حکومتداری من خیلی دموکرات و نگاهم لیبرالی و دموکراتی هست. در مسائل اقتصادی من به نگاه سوسیال دموکرات نزدیکتر هستم، بیشتر به مسائل اجتماعی خیلی توجه میکنم. اما در مسائل اعتقادی اون برادرانی که خیلی هم در فکر و عقیده من هستم غیر من رو میخوان، مطمئن باشن که خودم رو با تمام وجودم همچون یک مسلمانی سنی حنفی شناختم و خیلی هم مبارزه بردم در این زمینه. من خیلی چرا در هر دو جبهه ما را دوست نمیدارن، چه در جبهه سلفی و چه متعصبین شیعه، برای همین موقعی من که در بعضی جاها خیلی سرسختانه در مقابل متعصبین شیعه ایستادم برای دفاع از ارزش‌های اهل سنت و جماعت و مذهب حنفی، بخصوص در کشور عزیزمان تاجیکستان. و همچنین هر جایی که دیدم که یک ظلم بالا یک شیعه هم شده باشد، اگرچه بگذار شیعه هم باشد، از طرف یک مسلمان حتی سنی هم، من با تمام قوت امکانم ایستادم و پنهانم نمیکنم در این مسئله. پس استاد میتوان گفت که شما یک از لحاظ سیاسی یک شخصی دموکرات و لیبرال، ولی از لحاظ اعتقادی یک مسلمانی حنفی دیگر. حالا یک مسلمانی سنی حنفی، بله. ببینید من آیا فکر میکنید تصوف در اندیشه شما جایی دارد مثلا؟ بله، چون قبلگاه من و خانواده ما در، یعنی البته نه از بگوییم که اشخاص معروف، اما از خانواده تصوف هستیم، بخصوص در نقشبندیه. و اگرچه قبلگاه باز خیلی محبت خاصه به پیشوان قادری هم داشت و مثلا یادم هست که قبلگاه همیشه زیارت میکردن از داملو محمد شریف حصاری تا وقتی که زنده بود. بعد ایشون تورجان رو خیلی زیاد میرفتن زیارت و دیگر مشایخ و پیران طریقت که در تاجیکستان بودن و یک محبت خاص به همه اینها داشتن و خیلی آدم حلیم و پرتحمل بودن که این همش ریشه در تصوف دارن. اما در مسائل باز هم اعتقادی دیگر هیچ، مثلا در تصوف غلو نداشتن، یعنی به حدی
شرک اون که بعضی حالت این هم هست هیچ وقت نرسیده بودم الحمدلله. و این در تفکر اندیشه بخصوص در فرهنگ و مناسبت من با دیگران تاثیر رسونده است. آیا فکر میکنید همین مذهب حنفی در شکل گیری اندیشه سیاسی شما نقش داشت؟ بله، چون من مذهب حنفی رو تا اونجایی که خودم مطالعه کردم و مقایسه کردم با مذهب‌های دیگر، چه با مذاهب دیگر اهل سنت و جماعت و حتی مذهب‌های دیگر اسلام، یکی از تحملگراترین مذهب یافتم و واقعا هم امام ابو حنیفه خودشون قربانی زیاد دادن برای این مسئله ها. دیدگاه سیاسیشون خیلی معتدل هست و از نگاه من از همه سیاسی ترین مذهبی فقهی هم باز مذهب حنفی است. و من حتی این را، حالا شاید که این حرفم رو باز انتقاد نکنن زیاد، این را در نتیجه مطالعه ها میگم، شاید یکی از مذهب‌های از همه اپوزیسیونی هم باشد. چرا؟ برای اینکه امام اعظم نرفت در خدمت حاکم باشد. یعنی نمیگم که اپوزیسیون حاکمیت در اپوزیسیون حاکمیت قرار داشت، اما هیچ وقت اجازت نداد که خودش حداقل در خدمت حاکمان باشد و حتی زندانی شد و حتی در بعضی حالات آمد از خانواده، از اهل بیت، از خانواده حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم دفاع کرد در اون جایی که در مسائل سیاسی آنها را مظلوم یافت. نه در بحث عقیدتی، وارد بحث عقیدتی نشد، اما در مسائل سیاسی حتی من در یک جا خوانده بودم که بعضا زکات خودش رو میفرستاد در اون مرحله که آنها مظلوم قرار گرفتن با آنها. و یعنی خیلی انسان خودش یکی از صاحبان مذهب اهل سنت و جماعت، اما ببینید که وقتی میدید که یک نفری که از لحاظ اعتقادی و عقیده با او اختلاف دارد ولی چون مظلوم هست از او پشتیبانی کرد، طرف حاکم را نگرفت. و بنابراین من فکر میکنم که در شکل گیری موقع های سیاسی من، اندیشه سیاسی من، مذهب حنفی خیلی تاثیر داشته است، به خصوص خودی رفتارهای امام اعظم. اما بعدا ببینید که خودی مکتب امام اعظم شاگردانش خیلی بعد درباری شدن، خیلی رفتن، مثلا تقریبا میشود گفت که در شکل گیری فقه دربار و فقه حاکمان سهم شاگردان امام اعظم کم نیست. ولی خودی اینجا ما باید فرق بین اندیشه و افکار خود امام اعظم و مذهبش یا مکتبش بگذاریم. در بعضی مسائل فقهی حتی بین خود امام اعظم و شاگردانش مثل ابی یوسف، محمد و سرخسی و شیبانی دیگر اختلاف نظر هست.